تا به حال چیزی درباره احضار ارواح شنیدید؟ آیا اصلاً روح وجود داره؟ پاسخ به این سوال مثبته، چرا که وجود روح واقعیتی غیر قابل کتمانه. اینو میدونستید که احضار ارواح مردگان تبعات زیانباری برای برگزار کننده اون مراسم داره؟ اصلا چجوری میشه ارواح رو احضار کرد؟ در ادامه با من همراه باشید تا به تک تک این سوالا به صورت کامل و دقیق پاسخ بدم. در ضمن اینجا بیترکسه و من مبین هستم. اگر به ماورا و دانستنی ها علاقه دارید حتما کانال من رو دنبال کنید. قبل از اینکه بخوام باهاتون درباره احضار ارواح مردگان صحبت کنم، بهتره یک تعریف درست درباره روح بدونیم. روح به عنوان یک عنصر ابدی تلقی میشه که حتی پس از مرگ هم خبری از نابودیش نیست. در واقع روح نه بریده میشه، نه از بین میره، نه سوزونده میشه، نه خیس میشه یا نه خشک میشه. میشه گفت که یک ماهیت بیشکله و در هر موجود زنده‌ای وجود داره. توی سنت‌های مختلف دینی و فلسفی تصورات متفاوتی از روح وجود داره. مثلا توی هندویسم روح رو به عنوان بخشی از همه موجودات زنده در نظر گرفتن، در حالی که توی یهودیت فقط انسان ها هستند که دارای روحی جاودانن. بعد از مرگ هم روح انسان از بدنش جدا میشه و اینکه چه بلایی سر جسم انسان میاد یه ویدیوی متفاوت میطلبید که من قبلا اونو درست کردم و آدرسشو این بالا براتون میذارم، میتونید برید و بعداً اونو نگاه کنید. ویدیوی خیلی کاملیه. اما خب برگردیم سر احضار روح. میشه گفت که بعد از اینکه روح از بدن انسان جدا میشه توی عالم دیگه‌ای به حیات خودش ادامه میده. اما اینکه چطور میشه از یک عالم به عالم دیگه ارتباطی بین روح و انسان زنده برقرار کرد، ماجراییه که الان میخوایم بهش بپردازیم. احضار روح یک مراسم پنهانیه که توی اون تلاش میشه نیروهای نامرئی رو فرا بخونن و این فرایند اغلب در شب‌های تاریک زیر نور محو ماه یا اینکه در یک اتاق تاریک به همراه چند شمع توی یک مراسم انجام میشه. توی مراسم احضار ارواح افراد مراسمگر دور هم میشینن، یک حلقه تشکیل میدن و سپس دعاهایی رو با هم زمزمه میکنن. ضمیمه این دعاها اینه که از ارواح میخوان تا حاضر بشن. معمولاً بعد از اینکه ارواح حاضر میشن سرمایه عجیبی توی اتاق پیچیده میشه، انگار که نیروی نامرئی توی اون اتاق حرکت میکنه. جالب اینجاست که اگر بتونن ارواح مردگان رو احضار کنن اون شمع‌ها تکون میخورن. اما احضار روح بازی خطرناکیه، چرا که توی اون خواستار تماس با ناشناخته ها هستیم. اینکه حالا واقعاً اون روحی که احضار شده همون روح مرده مورد نظره یا ارواح خبیثه است هنوز مسئله‌ایه که غیر قابل حل مونده و حتی افرادی که سالها ارواح رو احضار کردن نمیتونن پاسخ دقیقی به این سوال بدن. جالب اینجاست که بدونید این مراسم اغلب توسط کسانی انجام میشه که به ماوراءالطبیعه اعتقاد دارن و میخوان که با عزیزان از دست رفتشون یا ارواح گذشتگان ارتباط برقرار کنن. اما اینو بدونید مسیریه که بسیاری از آدما رو به اعماق تاریکی و ناشناخته ها میکشونه. بنابراین هنگام انجام این مراسم باید احتیاط عمل داشت، چرا که ممکنه عواقب غیر قابل جبرانی داشته باشه. شاید باورتون نشه که چقدر میتونه احضار ارواح خطرناک باشه. برای همین 2 تن از افرادی که احضار روح میکردن رو براتون معرفی میکنم. نفر اول شخصی هندیه به نام راهول سینگ وانگجام. این مرد تو سال 2009 در حین یک احضار روح نابینا شد و هیچ وقت نتونست بینایی خودش رو به دست بیاره. نفر بعدی شخصی به نام محمد الشهیریه، دعانویس معروف لبنانی که سال 2018 در یک جلسه احضار روح خودش قبض روح شد. راستی اگه شما هم تو مراسم احضار روح شرکت کردید یا اینکه چیز خاصی درباره احضار ارواح مردگان میدونید برام تو کامنت بنویسید. حتما اونو پین میکنم تا بقیه هم بخونن. مرسی از تماشاتون. برای حمایت از من کافیه چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. یه کامنت انگلیسی هم بذارید که حسابتون نریزه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.